أمين عام حزب استقلال كردستان يتفضل. جناب همرزم گرامی، جناب آقای اشتیاکو، دبیر کل حزب استقلال کردستان، خواهش میکنم بفرمایید. سلام و درود، عصر همه شما بخیر. زور سپاس رفیق. البته من جمله‌ای دارم، هر وقت فارسی صحبت میکنم این جمله را لازم میدونم که تکرار بکنم و این هست که پوزش میطلبم از ملل غیر فارس که وقتی با زبان فارسی صحبت میکنم براشون تداعیگر شکنجه و سرکوب و زندان و اعدام هست. از این بابت پوزش میطلبم از همه ملل غیر فارس خاک اشغال شده در جغرافیای سیاسی موسوم به ایران. خانم ها و آقایان محترم، نمایندگان احزاب و جریانات سیاسی شرکت کننده در این سمینار، در ابتدا مایلم از جبهه مردمی دموکراتیک الاهواز و شورای ملی نیروهای انقلاب الاهواز بابت دعوت از حزب استقلال کردستان برای حضور در این نشست مهم تشکر کنم. به باور ما موضوع این سمینار تنها به الاهواز محدود نمی شود، بلکه به یکی از مهمترین چالش های خاورمیانه مربوط است، یعنی رابطه میان دولت های متمرکز اشغالگر و ملت هایی که دهه‌ها از حقوق بنیادین خود محروم ماندند و تحت اشغال قرار گرفتند. ملت های غیر فارس محصور در جغرافیای جعلی و ساختگی موسوم به ایران، اعم از کرد، عرب الاهواز، بلوچ، ترک، ترکمن، کاسپیان و همه ملل خاک اشغال شده، هرچند جغرافیا، هویت، تاریخ، فرهنگ و زبان متفاوتی داریم، اما در یک تجربه مهم مشترک هستیم: تجربه انکار هویت، تبعیض، سرکوب سیاسی، تغییرات جمعیتی، محدودیت‌های فرهنگی و محرومیت از حق تعیین سرنوشت و اشغال سرزمین‌هایمان به دست اشغالگران ایرانی. ما معتقدیم که امنیت منطقه با سرکوب و اشغال ملت‌ها به دست نمی آید. امنیت پایدار تنها زمانی شکل می گیرد که عدالت، آزادی، حاکمیت و کرامت سیاسی و انسانی و حق داشتن کشور مستقل برای همه ملت‌ها تضمین شود. رژیم‌های ایرانی، اعم از پهلوی و پادشاهی تا جمهوری اسلامی، طی یک قرن گذشته نه تنها برای ملل غیر فارس محصور در جغرافیای سیاسی موسوم به ایران، بلکه برای کل منطقه منشأ بحران، بی‌ثباتی و تنش بودند. هزینه این سیاست‌ها را هم ملل غیر فارس و خاک اشغال شده پرداختند و هم کشورهای منطقه. از دیدگاه حزب استقلال کردستان، آینده‌ای با ثبات تنها زمانی امکان پذیر است که همه ملت‌های تحت اشغال ایران بتوانند آزادانه درباره آینده سیاسی خود تصمیم بگیرند. این اصل همان حق شناخته شده تعیین سرنوشت ملت‌ها در حقوق بین الملل است. مبارزات ملت‌های کرد، عرب الاهوازی، بلوچ، ترکمن، آذربایجانی، کاسپیانی و دیگر ملت‌ها نباید رقیب یکدیگر باشند، بلکه باید بر پایه احترام متقابل، گفتگو و همکاری شکل بگیرند. هیچ ملتی نمیتواند آزادی خود را بر پایه انکار حقوق ملت دیگر بنا کند. ما بر این باوریم که همکاری میان احزاب و جنبش‌های سیاسی ملت‌های غیر فارس باید بر پایه منافع و اصول مشترک استوار باشد. ما با دشمنی مشترک روبرو هستیم، نظامی که بیش از یک قرن است با سیاست‌های تمرکزگرایانه، انکار هویت ملی، سرکوب سیاسی، تبعیض ساختاری، غارت منابع، تغییر بافت جمعیتی و نقض حقوق بنیادین ملت‌ها تلاش کرده است
اراده ملت‌های ما را در هم بشکند. در برابر این چالش مشترک ما نیز مسئولیتی مشترک داریم. این همکاری باید بر پای احترام متقابل به رسمیت شناختن حقوق ملی یکدیگر، احترام به تمامیت ارضی سرزمین‌های اشغال شده هر ملت، حمایت از حق تعیین سرنوشت، هماهنگی سیاسی و دیپلماتیک، دفاع از حقوق بشر، دموکراسی، برابری زن و مرد، آزادی اندیشه و عقیده و حل اختلافات از راه گفتگو و تفاهم شکل گیرد. تنها از طریق اعتماد متقابل، همبستگی و همکاری راهبردی است که ملت‌های ما می‌توانند آینده‌ای آزاد، عادلانه و مبتنی بر صلح و همزیستی را برای نسل‌های آینده رقم بزنند. امروز تحولات منطقه وارد مرحله سرنوشت ساز شده است. رویارویی‌های نظامی اخیر میان جمهوری اسلامی ایران، اسرائیل و آمریکا نشان داده که موازنه قدرت در منطقه در حال تغییر است و جمهوری اسلامی با فشارهای بی‌سابقه‌ای روبرو شده است. هیچ کس نمیتواند با اطمینان زمان یا چگونگی تحولات آینده را پیش بینی کند، اما روشن است که هر گونه تضعیف جدی این رژیم با هر تحول بنیادین در ساختار قدرت آن میتواند فرصتی تاریخی برای ملت‌های تحت اشغال از جمله ملت کرد و دیگر ملل غیر فارس در مسیر دستیابی به آزادی و حق تعیین سرنوشت باشد. از همین امروز مسئولیت ما تنها مبارزه سیاسی نیست، بلکه آمادگی برای آن روز نیز هست، روزی که تحولات بزرگ ممکن است با سرعتی فراتر از انتظار رخ دهند. ما باید وحدت خود را تقویت کنیم، همکاری میان احزاب و ملت‌های غیر فارس را گسترش دهیم، روابط بین المللی خود را توسعه دهیم و برنامه‌ای روشن برای دوران پس از جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم. ملت‌هایی که برای آینده آماده باشند آینده را خواهند ساخت. کوتاه می‌کنم. امروز پیش از هر زمان دیگری جامعه جهانی باید بداند که مسئله ملت‌های تحت اشغال ایران صرفاً یک موضوع داخلی ایران نیست، بلکه مستقیما با امنیت منطقه، ثبات خاورمیانه و حتی امنیت بین المللی ارتباط دارد. ما از همه دولت‌ها، از کشورهای عربی منطقه، نهادهای بین المللی و نیروهای آزادیخواه جهان می‌خواهیم که صدای ملت‌های بدون دولت، خاک اشغال شده و محروم از حق تعیین سرنوشت را بشنوند و از راه حل‌هایی حمایت کنند که بر پای عدالت، صلح و اراده آزاد ملت‌ها استوار باشد. در پایان بار دیگر از برگزار کنندگان این نشست سپاسگزارم و امیدوارم این گونه گفتگوها بتواند زمینه همکاری بیشتر میان ملل غیر فارس و خواهان آزادی را فراهم سازد. از توجه شما سپاسگزارم. زور سپاس همرزم گرامی جناب آقای اشتیاکو دبیر کل محترم حزب استقلال کردستان، از پیامتون، از حضورتون و از نقاط بسیار مهمی که فرمودید. تحدث أمين عام حزب استقلال كردستان السيد اشتياكو حول أهمية تحرير كل الشعوب المحتلة من إيران، وأن الأزمة أثبتت الأخيرة خاصة أنه لطالما العدو الإيراني يحتل هذه الشعوب وهذه الدول، ولم تصل هذه الدول والشعوب إلى حقوقها المحتلة من قبل إيران، فتستمر الأزمات ويستمر النظام الإيراني بتصدير أزماته للإقليم والعالم. الأزمة أصبحت يعني ليس إقليميا، بل أزمة أصبحت دوليا بسبب جرائم النظام وعدم احترامه للحقوق وإرادة الشعوب في حق في تغيير المصير. تحدث بنقاط هامة جدا، ومنها أيضا وحدة الشعوب غير الفارسية واحترامها لبعضها البعض، واحترام تاريخها وهويتها وجغرافيتها، والكثير من النقاط المهمة اللي طبعا سوف تنشر كلمة الأستاذ اشتياكو وأيضا تترجم بالتأكيد. شكرا جزيلا مجددا أستاذ اشتياكو.
سپاسگزارم همرزم گرامی جناب آقای اشتیاکو.